اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. برادران عزیز، خواهران مهربان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از دیگر برنامه های اسما و صفات الله سبحانه و تعالی خوش آمدید. امروز درس سوم هست. در این درس اسم الله که اسم اعظم هست او را مورد بررسی قرار میدیم. دیدگاه علمایی است که اسم اعظم الله هست و 11 دلیل پیشنهاد میکنند که بنابر 11 دلیل احتمال بسیار زیاد داره که اسم اعظم اسم الله باشه. دلیل اول، چون تمام دعاها که در قرآن عظیم شان هسته و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و هسته با اللهم شروع میشه. اللهم در حقیقت یا الله هسته. دلیل دوم، 2692 بار یا 2697 بار در قرآن عظیم شان اسم الله آمده و دلیل سوم، 33 سوره قرآن عظیم شان با اسم الله شروع میشه. دلیل چهارم، تمام اسما و صفات الله سبحانه و تعالی در حقیقت الله را معرفی میکنه. الرحمن الله را معرفی میکنه، الرحیم الله را معرفی میکنه، الغفور الله را معرفی میکنه، الغفار الله را معرفی میکنه. اسم الله اسم ذات هست. تمام صفات دیگه در حقیقت معرفی الله سبحانه و تعالی هست. و دلیل پنجم، قرآن عظیم شان با اسم الله شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل ششم که قرآن عظیم شان با اسم الله خاتمه پیدا میکنه، اله الناس، اله که راجع میشه بر الله سبحانه و تعالی. دلیل هفتم، اسم الله تلفظش بسیار آسان هست. آدم میتونه بسیار با آسانی اسم الله را تلفظ بکنه. حتی کسایی که در بستر مریضی هستن هیچ کلمه دیگر را نمیتونن با آسانی تلفظ بکنن، اما اسم الله را میتونن با آسانی تلفظ بکنن چون بر لب و زبان فشار زیاد وارد نمیشه. هشتم، اگر الف لام حذف شوه از الهه باز هم لهو میمانه که یک تفسیر عارفانه هسته و دیدگاه عارفانه هسته که هر اسمی را که الف لام ازش حذف بکنی برای یک تغییرات میاد. مثلا اگر از الله الف لام حذف شوه باز هم لهو میمانه، اگر لام حذف شوه هو میمانه. و دلیل نهم، حرف ندا بالای هر اسمی که استفاده شوه یا در خود اسم تغییرات میاره. مثلا یک نفر نمیتونه بگوید یا الرحمن یا الرحیم، باید الف لام حذف شوه. وقتی که حرف ندا میاد الف لام حذف میشه، اما در اسم الله سبحانه و تعالی یا الله گفته میشه. این دلیل نهم هست که علما فکر میکنن که اسم اعظم اسم الله هست به خاطر زیبایی هایی که در خود اسم الله وجود داره گفته شد. دهم، کلمه نجات لا اله الا الله محمد رسول الله انسان از آتش جهنم نجات میده و در بازه رحمت الله سبحانه و تعالی را برایش باز میسازه. این هم در خود کلمه توحید یا کلمه نجات در اوجه هم الله اسم الله استفاده شده. و دلیل 11 که بهترین نام ها نزد الله سبحانه و تعالی عبدالله و عبدالرحمن هسته که انشاءالله در پروگرام بعدی اسم الرحمن سرش صحبت میکنیم. 11 دلیل علما پیشنهاد میکنن که نشان میده اسم اعظم اسم الله هسته. اما درس های رکزی صحبت میگیریم چی هست. درس اول که هر کار نیک انسان باید با اسم الله سبحانه و تعالی آغاز بکنه. وقتی که کار نیک و کار خیر با اسم الله سبحانه و تعالی آغاز میشه در او کار برکت هست و در او کار خیر هست. دوم، الله سبحانه و تعالی دو گروه مردم در کل و دو کاتگوری تقسیمشان میکنه. یک گروه حزب الله لقب میده و یک گروه حزب شیطان. و این در سوره مجادله هست. چون بحثا و شکل مختصر هست از دوستا خواهش میکنم که در سوره مجادله مراجعه بکنن. در اوجه صفات کسایی که در حزب الله هستند این صفات چی هست و این را کوشش بکنیم که در زندگی خود و در شخصیت خود این را زنده بسازیم و این
نجات ما در حقیقت هست. کسایی که در حزب الله هستند اینا کامیابا هستند و کسایی که در حزب شیطان هستند اینا در گمراهی و در خسران هستند، هم در دنیا و هم در آخرت. درس چهارم که زبان خود انسان همیشه با اسم الله باید تر نگاه بکنه. و درس پنجم کوشش شود که الله سبحانه و تعالی را آنچنانی که خود معرفی کرده در قرآن عظیمشان شناخت پیدا بکنیم نسبت به الله سبحانه و تعالی و توسط این نام ها و توسط این صفات از الله سبحانه و تعالی حاجات خود و نیازهای خود طلب بکنیم. انشالله در پروگرام بعدی راجع به الرحمن صحبت میکنیم. تا دیدار بعد و پروگرام بعد شما دوستا و عزیزا رو به الله سبحانه و تعالی میسپارم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.